خب سلام بچه ها، این یه معرفی سریعه. من مونیکسم و پوینتم از گرفتن این ویدیو اینه که 1/11 آپلود شه و امیدوارم بتونم قبل اینکه ساعت 12 آپلودش کنم. خب ببینید، قراره با هم پیش بریم. من یه آدم درونگرا و نایت پرسنم. آفیشال یعنی شما به یه آدم نایت پرسن فکر میکنید؟ منم. خب میخوام اینو تغییرش بدم چون خیلی وقت دارم رو همین روال پیش میرم. الانم obviously نایت قبل 12 و میخوام آپلودش کنم همونطور که گفتم. پس خیلی طولانیش نمی کنم، ادیت نمیزنم. This is my first video، میدونین. و بعد کلی لفت دادم، کلی درگیری با خودم که آپلودش کن. Just do it، یعنی just video yourself. Not like that. Not like bad things. خیلی بده میدونین. خب الان تو اونا نمیریم فعلا. کار داریم، خیلی کار داریم. ببینید انقدر صحبت ها دارم باتون و فعلا میخوام تا جلوتر بریم و بیشتر بتونم خودم راحت بیان کنم. یه سری صحبت ها هست که خواهیم داشت و به نظرم یه سری درد و دلاییه که هممون درکش میکنیم. الان نمیدونم ساعت چنده بچه ها. بیا خب ببینید، احتمالا ماشاءالله به اینترنت، البته ما اینترنتمون خوبه ولی ساعت 11:48 و من یکم دارم نگران میشم که ممکنه نرسم آپلود کنم با توجه به حال اینترنت و این داستان ها و برای ممکنه یوتیوب اذیت کنم. پس خوشحال شدم که بالاخره بعد از کلی کلنجار با خودم و اینکه خودم رو راضی کردم یه چیزی براتون گرفتم و فعلا اینو میذارم در حالی که شما بعداً تر میخواین منو ببینیم. پس just live it. Baby, I mean. This is Monix, guys. Anyway,